بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما دوستان عزیزان و بینندگان گرامی، الله متعال را به نهایت سپاسگزار هستیم که یک بار دیگر نیز توفیق عطا فرمود تا یکی دیگر از زیبایی ها و شگفتی های قرآن عظیم شان را برای شما بیان بکنیم. دوستان عزیز، بحث امروزیمان در ارتباط به سوره 74مین سوره قرآن عظیم شان که همان سوره مدثر می باشد است. الله متعال در آیت دوم این سوره مبارکه چنین مهربانی میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ربک فکبر. در این آیت مبارکه دوستان عزیز، واوی که در ابتدای آیت آمده از جمله 21 مواردی که در زبان عربی داره، یکی از مواردش همی است که به خاطر آغاز کردن یک جمله جدید واو استفاده میشه. با این خاطر واو را یک طرف میمونیم، باقی مانده آیت در نظر میگیریم. ربک فکبر، چرا که آیت بعدی هم باز واو داره. و ثیابک فطهر. ربک فکبر در این آیت مبارکه شما اگر توجه داشته باشین، اولین حرفی که در ابتدای آیت میشنوین چی است؟ ربک را. و اولین حرف از طرف اخیر اگه بشنوین چی است؟ و ربک فکبر. بر را، اولم را آخرم را. باز حرف دوم از طرف اول را اگه بشنوین ربک با، و از طرف اخیر اگه بشنوین ربک فکبر، باز هم با. حرف سومی حرف کاف است و از طرف اخیرم که ببینیم حرف کاف است، ربک فکبر. و حرف وسطی و میانی هم حرف فا. این قسم یک جمله را که از اول و آخرش یک رقم خوانده شود در زبان انگلیسی نیز به نام پالندروم نیز یاد می‌نمایند. دوستان عزیز، این آیت وقتی که در بحث اعجازش متوجه شویم، این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کلمات را که الله متعال برشان داده بود هیچ وقت قبل از اون نوشته نکرده بودند و هیچ وقت از جای دیگه فرا نگرفته بودند. قسمی که خود الله متعال مهربانی میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تخطه بیمینک. یعنی توی هیچ وقت این کلام را هیچ وقت با دستت نوشته نکردی، بلکه قرآن عظیم شان به صورت شفاهی به پیامبر صلی الله علیه و نازل شد و به صورت شفاهی پیامبر صلی الله علیه و به مردم بیان میکردن. و چون در اون وقت کاغذ هم نبود، باز بعدها پیامبر صلی الله علیه و به اصحاب دستور میدادن که در درخت ها و در پوست حیوانات و در این چیزا نوشته شود. یعنی منظوری است که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و به قرآن عظیم شان به مردم تلاوت میکرد، یعنی به صورت شفاهی بود، یعنی قسمی که با مردم سخن میگفت همین قسم قرآن نیز برشان بیان میکرد. پیش از اون نوشته نکرده بود و پیش از اون از کس دیگه هم فرا نگرفته بود. و همچنان بحث اعجازش در اینجاست که اگر این آیت شما متوجه باشین، الله متعال چالنجش این است که شما در هر زبان دیگه اگر متوجه باشین، به هر زبان دیگه، دری، پشتو، انگلیسی، ازبکی، اردو، هر زبان دیگه که شما متوجه باشین، این قسم یک جمله را که معنای ترجمه آیت این است که و ربک فکبر، و پروردگارت را به بزرگی بستای. یعنی فقط پروردگارت را تنها بزرگ بشمار. اینمی جمله را اگه شما در هر زبان دیگه بخواین تبدیل بکنین که از هر طرف بخونیمش یک رقم باشه، اصلا امکان نداره. و او هم بدون تفکر کردن و بدون نوشته کردن و بدون تصحیح کردن و اصلاح کردن، یعنی دم یک دفعه به هر زبان دیگه که شما بخواین این قسم ترجمه بکنین، اصلا امکان نداره. چون این کلام الله متعال است و این هدف و منظور خود را به بهترین شکل ممکن و همچنان در بهترین زبان ممکن به مردم بیان کرده الله متعال. قسمی که فرموده و ربک فکبر، یعنی با پروردگارت به بزرگی یاد بگو. قسمی که سر آیت از اول بخونیم و از آخر بخونیم یک رقم خوانده میشه. اینی از اعجاز کلام الله متعال. من میتونم که این آیت را ترجمه بکنم، ولی هیچ وقت نمیتونم معجزه این آیت را ترجمه بکنم، چون معجزه قرآن عظیم شان در زبان عربی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.